قبلش یه اتفاقایی میفته، اسمش میفته سر زبونا. ای مفضل، او در وضع شبهناکی آشکار می شود تا اینکه امرش روشن شود و نامش بالا رود و کارش آشکار گردد. و آوازه او در زبان پیروان حق و باطل و موافقین و مخالفین زیاد برده می شود. قبلش یه اتفاقایی میفته، اسمش میفته سر زبونا. یارو اونور دنیاست اصلا نمیدونه چیه، یهودی داره برای خودش میخونه میگه سلام یا مهدی. دیشب 1,100,000 پست با این عنوان در سر تا سر دنیا تولید شده بود. تو دفاع از مردم فلسطین دارن سلام فرمانده میخونن. چین، روسیه، هر اون قیافه‌های مختلف. کار برای امام زمان میکنید، اینا همینجوری مثل کارخونه است دیگه. یه نفر ماده اولیه میره سنگ آهن میکنه، آهن تیر آهن، اون یکی میره جوش میزنه میکنه اسکلت فلزی، یکی میره آخرش میشه خونه. عید بیعت یادتونه؟ عهد میبندم. این شد یه شعر، عهد میبندم. این عربی شد، سلام فرمان شد سلام یا من. بعد این چی؟ الان نگاه میکنیم یه یارو روسه، اصلا مسلمونی شروع میکنه داره میخونه، همینجور میره جلو. کارتو انجام بده، وظیفت انجام رسوندنش با خداست. درست انجام بده، یعنی که دیگه بگی پرت کن من کارت دارم، نه، جای درست بندازش تا جایی که میتونی درست انجام بده، بقیه‌اش با خداست. چی فکرش مثلا فلسطین چرا پیش میره سلام فرمانده بخونن؟ خدا در این کار برکت قرار داده. چرا؟ چون بچه‌های کوچیک خوندنش. آره اخلاص داشته. اینجا خون بچه‌های کوچیک داره میریزه. کربلا هم خون علی اصغر نگه داشته با شما بگم. خدا بیا مزاجای شای تهرانیشو میفهمید که این به دم المظلوم خون خود امام حسین نیستا. آقا کیه؟ اون خون علی اصغری که یه قطره‌ش هم زمین نریخت. این چند تا 6 ماه دارن میکشن. بله خب معلومه قابل مقایسه نیست خون فرزند امام با خون بقیه. اما شما فکر کردید برای امام زمان مثلا اینجوری که اگه امام حسین مثلا یه بچه 6 ماه دیگه میدادن دستش میرفت آب بیاره، همین برای سرش میآوردن، مثلا دلش کمتر به درد میومد چون پسر خودم نیست؟ نه، ما با سردرد شما سردرد میگیریم. اگر خون علی اصغر ریخته نمیشد حجت تمام نمیشد. اینجا هم باید حجت تمام شد. یه عده میگن کی اول حمله کرد، چرا اینجوری شده، کی؟ خود اونا میخواستن جنایت کنن، قبلش برای اینکه ذهنهای مردم دنیا رو آمادگان گفتن اونا 48 تا بچه سر بریدن. دروغ گفتن چه ها؟ بعد خود اون کسی که خبر گفته بود، خبرنگار اومد گفت من منظورم این نبود، نمیدونم چرا همچین برداشته شد. خود اونا اول اینو گفتن. چون میدونن این اثر داره. او در وضع شبهناکی آشکار می شود تا اینکه امرش روشن شود و نامش بالا رود و کارش آشکار گردد. و آوازه او در زبان پیروان حق و باطل و موافقین و مخالفین زیاد برده می شود. یه جور میشه اسمش میفته سر زبونا. برای همین باید برد نام مبارکش، باید آشنا بشه این اسمو بشناسه، شروع کنن اسمو بردن تا اینکه به واسطه شناختن او حجت بر مردم تمام شد. آقا ته مطلب امام صادق فرمود تا حجت رو بر مردم دنیا تمام نکنی ظهوری در کار نیست. نمیشه بنده خدا تو برزیل توی یک از دهاتاش اسم اون زمان نشنده. اینترنت به وجود آمد که شیطان گور خودش را بکند. انقدر نگاه تو منفی نباشه که برسه دست هر کس داره دل دهات یه گوشیه.